زندگیتان به جورت کنن گوشن که یکی چه باشترین ناهون هستین در شهرستان کسیرکن که مرچی مویاتگی یک گزارشی چه کارمندای شهرستان کسیرکن و هم شغل کارمندی هستیم و هم کشاورزی کنیم و وقتی کشاورزی که شغلی که آبا و حجدادشی گا بودتا چه قدیم ما یا به نکتا و مروچ مویاتگی دوی واجین برات یک گزارش ویژه‌ای بگیریم گما را برو همراه بید. واجه و طرف همه گندوکا پای اطلاع رسانی میارجل معرفی بکنی و بگوشید که مثلا چینچو وعده یه باگ شما عادی کتا و چه کدیگی ایسی فکر رو بتایی که چین باگی پس ما رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. من قادر بخش رئیسی اهل و ساکن روستای جیت قصرغند و همچنین کارمند ثبت اول قصرغند. این باغ در سال 85 ما شروع به کار به اندازه 1 هکتاری که وقتی اوقات فراغت مکان کار کنم و ایران مشوق اصلی من هم منفت و مرینالداییه آقای محمد نعیمی واقعا زحمت کشت و ما کمتاری ما را کردم و این زمینی که منو گنده قبلا یه شکلانه سنگ و فلوت هست واقعا یعنی یه خانه تقریبا که با جمعواری سنگ و فلوت و یارک و پاسبرداری و دستی کنک ادام آسمت چند تا تقریبا به اندازه 100 اصله درخت انبه و 100 اصله درخت خرما ادام بکشیم و الحمدلله خدا را شکر که یه درخت به پای هست و سرسبز رو کردن. واجه شما اکثرا ایدار که اوقات فراغت ها پا انتخاب کده یا پا معیشیت ها؟ البته درختان ما انگه خوردن به اصل باردهی بودیم یا میوه‌ای بودیم انگه به اصل نداشتن ولی خب با توجه به علاقه‌ای که قبلا ما را بوده پیشین کشاورزی که میشه روستای و ما را بوده میشه پیرکان بوده و قبلا ما را باغات بوده در ها قسمت پایین روستای و با توجه به خوشحالی‌های پیشی ها قسمت کلن چه بین رفت و ما با توجه به انگیزه‌ای که ما را هسته و می خانواده هم هسته ما یاد کردیم و یک کار ادامه داد. واجه هستی که مشخصین و هستین که یه تو کسیرکند شهر آفین و کن و کناتان ایشون که کشاورزی پرچه کمی ملکتا و چه پیشنهاد شما رو هستین که می جوان بیان پای کار بیان و کشاورزی گشته رو بسیده؟ حتی کشاورزی قبلا تک بازی بسیده ولی با توجه به همین خوشحالی‌هایی که به وجود هستن میکل زمین‌ها یا درخت‌ها و کشاورزی چه بین شد و جوان هم بسیاری با توجه به خوشحالی مهاجرت کردن رسانه‌های دیگه کاران روی خود درآمد چیزی نیست و بعد از اینکه هنوز خدا را شکر خوشحالی تمام بوده آب خدایاته و ملکم هم واقعا آبی بازه و جوان باید بیان پای کار و نباید ناامیدی در وجود باید بلند بلکه بیاین با همت باید و تلاش باید و تی ملک خود آباد بکنه و واقعا کشاورزی یا شغلی واقعا سکی شدن شغلی که هم منفعت به خود کشاورز رسی هم به منطقه رسی حتی به آیانی که واقعا زمین نیست هم رسیده و واقعا درآمدزایی په آیان هم بیسته اینکه برای من دیگه جای کارگری بکنه یا دیگه جای برای من دیگه شهر مهاجرت بکنه هم دا بنین نو سعی و تلاش بکنه با امید پشتکاری که هستنه بتونه به پای باید بوشتم و دیگه کسی نیازمند مبن و باید کارآفرینی بکنه. واجه شما گیشه کارمندی دوست داره و کشاورزی ها کجام یکی؟ هر دونه جایگاه هستم کشاورزی اما واقعا یه شغلی بهترین اما بیشتر معرض کشاورزی یه شغلی که واقعا هم درآمدی هم قابلیتی هم بخصوص ملک تو که انواع هم هستن خاکی هم مناسبه و اگر به صورت مکانیزه انجام بده و درآمدزایی هم باز بشه و چه کارمندی باز بشه. این مستری تورنج به قول معروف من گندگانی یکی توکا و ایشون که چرتی تک نزنی
ها همچون که دیدتو ایشین که هم بیتن یک کارمندی ببایی و ایشین که شغل کشاورزی که می آبا و اجدادی و پتران و براتانی می کار بوده و قدیم تا یک کار کتا ایشین که ادامه بده و کشاورزی بکنید.